این جلسه قراره که با هم دیگه اکولایزر رو بررسی کنیم و روی لاین هایی که ایجاد کرده بودیم اعمالش کنیم. من دوالویزم و اینجا دانشگاه صداست. خیلی خوش اومدی به جلسات آخر این ترم و تقریبا کارمون هم داره تموم میشه. امروز عملا میکسمون رو شروع میکنیم، نهایتا 2 جلسه ادامه داره و بعدش تموم میشه. ولی قبل از اینکه بریم داخل پروژه یه دونه سوال هستش که یکی از دوستان پرسید و گفتم داخل ویدیو توضیح بدم که هم تایم کمتری ببره، هم شاید سوال شما هم باشه که حالا ممکنه کامنت ها رو نخونده باشین. سوال چه بود؟ سوال این بود که این کاری که ما انجام دادیم جلسه پیش، اینطوری دسته بندی کردن و مخصوصا گروه بندی کردن مثلا درامز روی یه دونه لاین، این کارا آیا اصلا واجب نیست؟ اصلا توی، حالا من متن خود دوستمون رو بخونم، منسوخ شده توی سطح جهانی و ازش استفاده نمی کنن. اول از همه اینو یه توضیح ریز بدیم و حل بشه موضوع، بعدش بریم سراغ اکولایزری که قراره با هم دیگه به صورت عملی با یه روش جدید با هم دیگه کار کنیم. خب آقا، دلیل این که ما این کار رو داریم میکنیم اصلا چیه؟ جلسه قبلی توضیح دادم این که مثلا اگه بخوایم روی یکی از کل گروه، مثلا هم کیک، هم اسنیر، هم های هت، هم شیکر، هم پرکاشن و الی آخر، روی تمامی اجزای درام مثلا یک نوع اکولایزر بذاریم، هیچ تفاوتی توی اکولایزر نداشته باشه. میتونیم خیلی راحت یه دونه اکولایزر روی اینا باز کنیم و اعمالش کنیم اونطوری. یا بریم حالا نکته دوم چی میگه؟ نکته دوم، ببین، بحث منسوخ شدن توی این زمینه آنچنان مطرح نیست. خب اصلا کار نداریم که منسوخ شده یا نشده. ما فعلا توی این جایی که الان هستیم نمیتونیم، توانایی و قابلیتشو نداریم که بخوایم توی سطح بین المللی و جهانی فعالیت کنیم. خب آره درست، حالا شاید اونا استفاده نمیکنن، ولی خب تا برسیم به اون مرحله، به اون جایی که مثل اونا بتونیم فکر کنیم و ایده هامون رو پیاده کنیم، فعلا خیلی کار داریم، خودمونیم. واسه همین یکم با چیزهای اولا بیسیکتر، ساده تر و دم دستتر داریم کار میکنیم که اول خب کلیت موضوع، چون ساده از کلیت موضوع رو راحت تر میتونیم درک و هضمش کنیم و بعدش رفته رفته خب هر ترم که میریم جلوتر یک سری نکات خاصی رو ما یاد میگیریم توی اینجا. و مثلا ترم، اشتباه نکنم، چهار بود فکر کنم، که ما کلا مبحث میکس رو میایم در طول ترم بررسی میکنیم، یعنی صحبتی از تئوری موسیقی آنچنانی نداریم مگر 1-2 جلسه و تمرکز و هدف اصلیمون روی میکسه و میایم میکس رو کامل به صورت تخصصی توضیح میدیم که آقا میکس رو چی کار بکنیم. اونجا آره، از اونجا به بعد میتونیم کم کم وارد این مرحله بشیم که به صورت حداقل مینیمم ترین حالت بین المللی بتونیم پروژه هامون رو ببریم جلو. ولی برای اینکه الان بتونیم این استفاده رو داشته باشیم و بگیم که آقا خب ما اون چیزی که توی ذهنمون بود رو یه مقدارش رو تونستیم پیاده بکنیم و چون ساده بود راحت تر تونستیم درکش بکنیم، میایم از این استفاده میکنیم. راجع به منسوخ شدنش، خب ببین، اولا این نوع کار یک چیز سلیقه‌ایه، یعنی ممکنه یکی حال کنه کلا پروژه‌اشو اینطوری ببره جلو و اصلا با روش های دیگه حال نکنه، اینطوری بگیم بهتره، حال نکنه و خوشش نیاد، اینطوری براش راحت تر باشه، اینطوری براش زمان کمتری رو صرف بکنه. واسه همین ما میایم تمام روش ها رو یاد میدیم که آقا اون که مثلا دوست داره از این روش استفاده بکنه از این روش بره جلو، از اونی که مثلا این روش رو دوست نداره بدونه که یه همچین روشی هم هستش و اطلاع داشته باشه که اگه یه موقعی یه نفر یه صحبتی کرد، یه موقع گیج نشه بگه آقا مثلا فلانی داشت یاد میداد اصلا به همچین چیزی اشاره نکرد. واسه همین فعلا اوایل کار، نهایتا تا 2 ترم مجبوریم شاید به چیزای دست بزنیم که اصلا
نیاز نباشه و حتی نیازمون نشه، ولی شاید 1% از آهنگسازها با اون روش خیلی راحت‌تر کار میکنن و پروژه رو میبرن جلو. واسه همین مجبوریم که همه روش ها رو اوایل بگیم، بعدش میریم جلوتر و هر کسی میتونه روش خودش رو داشته باشه. اصلا یکی حال کرد کلا رنگ بندی نمیکنه، ولی طوری لیبل میزنه که کاملا خوانا باشه، کاملا شخصیه و هر کی میتونه نظر شخصیشو اعمال بکنه. قرار شد که امروز اکولایزر رو کار کنیم. من یک لاین رو های نوت انتخاب کردم چون که خب خیلی واضح تره و راحت تر میشه توی اکولایزر هم بررسیش کرد. میام اکولایزر رو باز میکنم، مال خود افل هم باز میکنم، یکی لاین ها رو میوت میکنم، راست کلیک میکنم میوت میشه. خب روشی که قرار استفاده بکنیم چیه؟ من فقط برای های نوت رو توضیح میدم کامل و مابقیش رو میسپارم به خودت که انجام بدی و جلسه بعدی هم اومدی نگاه کردی مال مابقیش انجام شده و صرفا به صورت گذرا توضیحش رو میدم بهت که چرا اینطوری شد. خب ببین، ما های نوت به خاطر چی انتخاب کردیم؟ اولا خب اسمش رو گذاشتیم های نوت، یعنی نوت هایی که فرکانس های هایی دارن. اگه راجع به فرکانس ها نمیدونی، ویدیوشو این پایین برات میذارم، میتونی بری نگاه بکنی، چون توضیح دادم کامل فرکانس ها رو. دوباره بخوام توضیح بدم دوباره کاری میشه، هم تو خسته میشی هم جلس همون میمونه. خب ببین، گفتیم که ما فرکانس های های رو میخوایم. این تا اینجا، یعنی فرکانس های بم رو نیاز نداریم. پس چیکار میکنم؟ میام فرکانس های بم رو کلا حذف میکنم و در عین حال گوش میدم ببینم خب تا کجا اون مرز رو دارم، یعنی اون مرز رد بشه صدام خراب میشه. گوش کنیم. ببین من الان اینو بیارم اینجا، ببین جا داره. تا اینجا ما میتونیم بیایم که خب بذار دلیل انتخابی که این صدا رو انتخاب کردیم هم گفتیم چون صدای های فرکانسی داره. از این میایم ببین ما اون فرکانس هایش رو میخوایم. یعنی ببین ما یک سری فرکانس داریم دیگه، بذار حالا اینطوری مقدمش رو توضیح بدم. فرکانس لو داریم، مید داریم و های داریم. حالا این وسط هم 2-3 تا هستش که اونا رو بعداً راجع بهش صحبت میکنیم. اینا رو نوتای زینتمون رو اومدیم از های فرکانسی انتخاب کردیم که بیا تکمیل کننده ملودی اصلیمون باشه. بذار ملودی اصلی ببین اینجا، اون قسمتی که های فرکانسی هستش تقریبا توی این خالیه، توی این جنس صدا، نه کلا. یعنی لزومی نداره که همیشه اینطوری باشه، توی این جنس صدا همیشه خالیه. پس میایم از اون استفاده میکنیم که بیاد این های فرکانسی رو برامون پر کنه و میایم مثلا اینو اینطوری میبندیم، اونو باز میکنیم. یعنی برعکس میشه، اون جایی که های فرکانسی داریم میبریم بالا که میشه مال های نوتمون، اونجا که نداریم و قسمت مید و بیسش رو میخوایم که مال مین ملودی مونه، میایم از مال اونو نگه میداریم، یعنی با هم دیگه چفتش میکنیم. خب الان گوش کنیم دوتاشو با هم. این لول نبودن صداها رم قراره چون ریورب هم اد بشه، واسه همین فعلا نمیخوام دستکاریش بکنم. میخوام ریورب و دیلی رو کامل اد کنیم که بعدش طبق اون بیایم لول بندیمون رو کامل و یک بار انجام بدیم. یعنی تو میتونی همون اول هم انجام بدی، میتونی آخر سرم انجام بدیم. اینم دوباره سلیقه‌ایه، ولی خب ما میگیم همشو فعلا مجبوریم که کار بکنیم. خب ببین پس چی شد؟ میایم اونی که نیاز داریم رو برمیداریم، اونی که نیاز نداریم. ببین الان من اینو خاموش کنم و من اینو الان دوباره میکشم سمت لو، ببینیم تا کجا جا داره که این رو بیاریم پایین تر. ببین
خب این تا اینجا جا داره. از اینجا بریم پایین تر صدا یکم خراب میشه. خب حدودا 1000. بعد میایم روی های نوت. این هم تقریبا یکم بالاتر از اونه که این وسطش هم میاد دراممون کامل برامون پر میکنه. خب الان چی شد؟ الان این دوتا اومدن همدیگه رو چه اینطوری به قول میگن کامل کردن و ازت میخوام که روی همه لاین هایی که داری این رو اعمال بکنی. یه بار فکر کن خب آقا من این رو مثلا این لاین رو انتخاب کردم، این جنس صدا رو انتخاب کردم، برای چی انتخاب کردم؟ خب و میای توی اکولایزر اینجا کامل میتونی نگاه کنی دیگه و طبق اون مثلا میای آقا یکم اینو زیادش میکنی، اگه نیاز زیاد کنی، اگه شنیده نمیشه میتونی بیای اصلا اینطوری هم بکنی که خیلی راحت تر بشه. راجع به EQ توضیح دادم، نمیخوام دوباره از اول EQ رو توضیح بدم. دوباره ویدیوشون پایین برات میذارم مال ترم قبلو که عملی هم هستشونم بتونی ببینی و بری جلو و طبق اون میای دوباره EQ تو روش اعمال میکنی. صرفا به صورت تئوریوار توضیح دادم و عملیش میمونه برای خودت و بریم که جلسه بعدی ریورب و دیلی رو قراره با هم دیگه کار کنیم.